هستم. سلام. در برنامه امروز 29 مای این موضوع را داریم. مقامات شهرداری موفق شدند که نرخ را در ماه رمضان تنظیم نمایند و تا حد پایین برند، اما از چه حسابی؟ با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد. طلاق با کمک شورای علمای اسلامی یگانه نیادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان 28 زن تاجیک را به جای شوهرانشان طلاق داد. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم. خدا به شکر زندگی من است. آدم در نگاهی نو هنرمندان جوان در ژانر حجتی نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که اساس واقعی دارد. با گذشت 10 روز از آشوب خونین در زندان شهر وحدت برخی جزئیات از جریان تفتیشات معلوم شد. از جمله در نسبت ناظران محبس که هنگام هجوم ناگهانی زندانیان به جای امن‌تری در داخل فرار کردند، پرونده آغاز گردیده است. 10 محبوس دیگر برای دست داشتن در عصیان بازپرسی می شوند. تحقیق حادثه را گروه مخصوص داستانی کلبردوش دارد. تفصیلات را میرزانبی خالقزاد نقل می کند. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیش مشهور است پرونده باز کرده. نسبت خنک نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشته‌اند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد، ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاع نداده است. اما طور مقامات نزدیک به تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه به نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود. اما چند سوال هایی که در میان هست و سوال های اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی به هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند. یعنی چگونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستند که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشان در جامعه تاجیکستان شناخته شده است مثل سید کامالدین غازی که با نام گنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشان معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجند نیز عین همین حادثه رخ داد و در اونجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتن ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشر نشده است. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. در یک ماه رمضان چندین گوشت فروش در دوشنبه جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. مقامات شهرداری از این تدابیر جدی به خاطر تنظیم نرخ گوشت چروا استفاده کردند، اما با این همه مشاهده می شود خریداران از کار تاجران گوشت فروش در ماهی که می‌گذرد راضی نیستند. در ضمن زرانگیز نوروزشو و براد یوسفی در پایان رمضان به بازار رفتند تا ببینند وضع حالا چگونه است. افزایش واردات محصولات مخصوصا پالزی و میوه‌ها شدت قیمت‌های بالای این تعداد فرآورده‌های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سبب تا اندازه پایین شدن نرخ پالزی‌ها و میوه را به فرارسی موسم جمع‌آوری این محصولات ربط می‌دهند. گلوس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3.5 سم. سیبچه داریم 3 سم، اینا هندلک آوردیم، هندلک 3 سم تا 5 سم. الکی این همه یک هندلک در بازار تا 25 30 سم بود، این امروز اومد اینا از 3 سم تا 5 سم حاضر. برای مثال ده این گلوس 3 سم 3.5 سم تا 10 سم، بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور 5 سم من مرحبا اینا. پامیدور حصار علی اگر اینا مرحبا. این قیمت‌ها در یارمارکه مخصوص محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود. در یارمارکه از اول ماه شریف رمضان به تصمیم گرفتیم که نرخ‌ها را معین کرده نظر به دیگر بازارها 20% ارزان‌تر به فروش محصولات های نیاز اولیه را
داخل کردیم. به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چاروا و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قول مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات‌هایی است که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پرره تامین کنند، مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و به آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین به گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد. اما مشاهده می شود که این تدبیرها نیز جهت پوره نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمتی بالاتر از 40 سومانی برای 1 کیلو می خرند با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند. شده روغنش نه که بعد برابر زیاده. 40 سومانی. خیلی گوشت در درونی بسیار نمی‌دوختند. در روغن شد. دیگه نمی‌جوز روغن. قیمت دیگر محصولات نیاز اولیه از جمله آرد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریباً به تغییر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در 1 یا 2 روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخ همه گونه محصولات شروع از میوه و پالایزی ها تا شیرینی و آبهای رنگه و شربت ها را بالا میبرند. шӯрои уламои маркази исломӣ ягона ниҳоди содиркунандаи фатво дар тоҷикистон аз оғози соли ҷорӣ ба 28 зани тоҷик хати талоқ додааст. ин занҳо солҳои тӯлонӣ бо шавҳарони худ зиндагӣ якҷоя надошта қонунӣ ҷудо шуданд, вале бо сабабҳои гуногун мард аз додани талоқи исломӣ ба ҳамсараш худдорӣ кардааст. рӯҳониёни тоҷик мегӯянд беталоқи шаръӣ роҳи зан барои зиндагии нав ва издивоҷи дубора баста аст. барои тағйири вазъият шӯрои уламо ташаббусро ба дасти худ гирифт. дар ин бора мумин аҳмадӣ гузориш медиҳад. پروینه با وجود آنکه 2 سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهر سابق هیچ شرط نگذاشته بود، ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش عائله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگاهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهر سابقش بگیرد. میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من با جای زنی دومش باشم، لیکن ما چش نفهمم، اما چش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا با شکر زندگی من نست. در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولا قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسباً شماره طلاق‌های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می کند. اگر رفت زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت اگر به شرط زن حامله نباشد، اگر طلاق شود اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بینمازی، گلدامنی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند. در شورای علما راجع به آنکه چه مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمیدهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را میدهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و عائله را تامین نمی کند. بعضی این مردها طلب میکنند که از همون مالی که در وقتی توی مصرف کلان کردن میخوان که بعضی اون مصرف رو بر اونها گردونده تیان و بعضی اونها علتهای دیگر رو میگیرن و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی عائله نو بنیاد میکنن و اما همسر خود را رها نمیکنن. به قول روانشناس فرزانه شریفزاده، حالتهایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی میکند به مراتب بیشتر است. اکثرا مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره عائله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند.
نه شوهری نو کرده میتواند و نه برگشتن به نزد شوهری سابقش. یعنی او با هیچ کس زندگی نمیکند و از کسی هم نمیتواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز میدانید در شرایط کنونی الیمنت نوچیزی که پرداخت میشود تقریبا به هیچ چیز نمیرسد. 300 400 و در کمترین حالت ها 500 سومانی برای تامین کودکان کم است. تحلیلگران راه حل مسئله را در راه اندازی قرارداد حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی را در آن می‌بینند. حالا چنین شرطنامه‌ها اختیاری بسته می‌شوند و به گفته مسئولان اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق می‌افتد. بینندگان عزیز، یادآور میشم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور میشم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیل با شما تماس میگیریم. در دوشنبه هنرمندان جوان تئاتر نگاهی نو نمایشنامه را به تماشابینان نشان دادند که بر اساس حادثه های واقعی به صحنه گذاشته شده است. این موضوعات تکان دهنده و در چند سال پیش فردی زبان ها بودند. آفرندگان نمایشنامه امیدوارند که به صحنه های فراتر از این راه می‌یابند. شادمانی یتیم نمایشنامه آدم را هم تماشا کرد و هم به نوار گرفت. دختر جوان که بیشتر روز خود را در صحبت‌های آنلاینی با دوستانش می‌گذراند، از زندگی افسرده شده دست به خودکشی می‌زند. خودکشی خود را با تلفن موبیلی به طور زنده ثبت می‌کند. این پارچه از نمایشنامه تئاتر نگاهی نو با نام آدم است. این حادثه سال 2016 در یکی از شهرهای امریکا رخ داده بود. نمایشنامه آدم از چند قصه واقعی عبارت بوده و گفته کارگردان به جامعه تاجیکستان مربوط می شود. نمایشنامه در ژانر حجتی آماده شده و گفته آفرنده هایش با این شیوه کم نمایشنامه روی صحنه تئاتر تاجیک آمده است. حتی به همین درجه آمده رسیده است متاسفانه حال حاضر جامعه دنیا که اون هم بازم آنلاین کردن کاران دخترک. تقریبا 40-45 دقیقه ویدیو هست که خوب اون اول صحبت داشته میکند، بعد میبرود میرود از خانه این چیزا در کجای جنگل یکم دورتر از شهر و خودش را دور میکنه. خوب این همه اون آنلاین مستقیم هست، همه اون نگاه دارن، همه تماشا دارن، ولی یگان نفر نمیدونم برای کمکش نرفت، یگان نفر پلیس زنگ نزد نمیدونم با یگان نفرهای دیگر. قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروند روسیه تجاوز و کشته شد و در بحر غرق شدن ایلان کرد هنگام گریز از جنگ موضوعهای دیگری نمایشنامه بودند. همان گونه که موضوعهای نمایشنامه مشکلی جامعه بودند، شرایط روی صحنه آمدنش بهتر از آن نبود. هنرمندان گروه تئاتر نگاهی نو که تالار مخصوص خود را ندارند، نمایشنامه آدم را در تالارهای هر اداره تمرین کردند. نخست نمایش آن در تالار تمرینی تئاتر پدیده روی صحنه گذاشته شد که شرایط محدود داشت. و شام امروز در پایتخت آذربایجان شهر باکو دسته‌های انگلیسی چلسی و آرسنال برای جام لیگ اروپا مبارزه خواهند برد. شارحان اشاره می‌کنند که امسال بازی فینالی دو دسته شهر لندن در مسافت 4000 کیلومتر از پایتخت بریتانیا در ساحل بحر کاسپی دایر می‌شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخری برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و میگویم دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. تماشا کنید. خدا نگهدار.